بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. تاکید معاون اداری ریاست الوزراء بر خدمات رسانی درست به مردم. انتقال بیش از 235,000 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور در یک هفته گذشته. و بی ارزش خواندن پیشنهاد ایران برای پایان درگیری‌ها توسط دونالد ترامپ. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوراق خوش آمدید. امروز سه شنبه 22 ماه صفر سال روان هجری خورشیدی است. من عزیزی هستم و مشروع خبرها. مولوی حیات الله مبارک والی غور در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حکومتداری محلی در این ولایت و نیز در مورد فعالیت‌ها و کارکردهای ادارات محلی معلومات داد. والی غور گفت که مسئولان امارت اسلامی در این ولایت در زمینه تامین امنیت، ارائه خدمات و حل مشکلات مردم به ویژه مهاجران به گونه شبانه‌روزی تلاش می‌کنند. آقای مبارک خواسته‌های مردم غور را در زمینه‌های راه‌های مواصلاتی، انرژی برق، مراکز صحی، امور انکشافی و مهاجران مطرح و خواهان توجه در زمینه‌های یاد شده شد. از سوی هم مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار گفت که مردم شجاع غور در راه آزادی وطن و برقراری نظام اسلامی فداکاری کرده و قربانی‌های زیادی داده‌اند. محمد اشرف اخشناس سخنگوی وزارت دفاع ادامه می‌دهد که در جریان هفته گذشته از طریق خطوط آهن این وزارت 235,362 متریک تن کالا انتقالات صورت گرفته است. به گفته وی در این میان از طریق بندر حیرتان 160,063 تن، بندر آقینه 18,695 تن، بندر ترغندی 23,616 تن و خاف هرات 23,988 تن کالا که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر موارد می شود به کشور وارد و صادر شده است. آقای حقشناس می افزاید که در مجموع انتقالات یک بخش آن صادرات است. در هفته گذشته 1192 تن اموال تجارتی صادر شده که مقدار زیادی آن میوه خشک و جوس آب انار است. وزارت احیا و انکشاف دیهات میگوید که کار جغلاندازی نزدیک به 14 کیلومتر سرک‌های روستایی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان با هزینه بیش از 14.6 میلیون افغانی آغاز شده است. به گفته این وزارت با تکمیل این سرک‌ها مشکلات ترانسپورتی باشندگان محلی تا حد زیادی کاهش می‌یابد. و در واپسین خبر، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد ایران برای پایان درگیری‌ها را بی‌ارزش توصیف کرد، امیدها برای دستیابی به توافق صلح میان تهران و واشنگتن کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران خواستار پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان شده و بر حاکمیت خود بر تنگه هرمز، جبران خسارات جنگ و پایان محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده است. ممنون از توجهتان. سری به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس بزنید. از مهمترین های افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.